چرا 99% مردم حتی اگر 1 میلیارد دلار هم گیرشون بیاد باز فقیر میمونن؟ اگر به 99% مردم در لحظه حال 1 میلیارد دلار بدید، 5 سال بعد دوباره برمیگردن سر نقطه صفر. دلیلش اینه که مشکل این افراد مشکل کمبود پول نیست. مشکلشون ذهنیت مصرف کننده است. ذهنی که فقط میپرسه چی بخرم، نه اینکه چی بسازم یا چی رو کنترل کنم. مصرف کننده زمانی که پول میگیره، سطح زندگیش رو بالا میبره. خرج میکنه، شوآف میکنه و دنبال تاییده. اما مالک زمانی که پول میگیره، دارایی میخره، سیستم میسازه، جریان درآمد میسازه و پول رو تبدیل میکنه به پول بیشتر. به همین دلیله که کسانی که برنده لاتاری میشند 90%شون ورشکست میشن، چون پول وارد ذهن اشتباه شده. ثروت با پول شروع نمیشه، با نوع سوالهایی شروع میشه که از خودتون میپرسید. اگر میخواهید از ذهنیت مصرف کننده به ذهنیت مالک مهاجرت کنید، این پیج برای شماست، جایی که ذهن ثروتمند ساخته میشه.